در فارکس یکی از مباحثی که خیلی مهمه حساب کتابای معاملاتیه. یعنی اینکه ما بدونیم چطوری باید در واقع لات سایز مشخص بکنیم، پیپ ولیوی هر ارز چقدره و خیلی موارد دیگه. اما چون برمیگرده به مبحث ریاضیات ممکنه خیلیامون با این موضوع حال نکنیم و اینجا این مسئله که پیش میاد اینه که میگیم بی خیالش بریم تریدمون رو بزنیم. اما ترید بدون محاسبه و حساب و کتاب خودمون میدونیم غیر اصولیه و کار غیر اصولی هم احتمالاً تهش به ضرر منجر میشه. توی این قسمت قراره که بهتون یه ابزاری رو معرفی کنم که شما بتونید بدونید که خودتون دستی حساب و کتاب بکنید با استفاده از ماشین حسابای پیشرفته فارکس سایت کدام بروکر. شما بتونید به راحتی هر روز از اونها به صورت رایگان استفاده بکنید و معاملاتتون رو اصولی پیش ببرید. برای اینکه با این ماشین حسابا بیشتر آشنا بشید دعوتتون میکنم وارد مانیتور بشیم تا اینها رو براتون توضیح بدم. خب ماشین حسابای فارکس رو شما از دو قسمت میتونید بیارید. اولین قسمتش این هستش که در منو وارد قسمت ابزارها بشید و روی ماشین حساب کلیک بکنید که این صفحه براتون باز میشه. ماشین حسابا رو ما به 3 دسته تقسیم کردیم: ماشین حساب‌های معاملاتی، ماشین حساب‌های تحلیل تکنیکال و ماشین حساب‌های مدیریت سرمایه که اولی و سومی براتون خیلی دسته‌بندی‌های مهم میان. حالا من از این سکشن اول ماشین حساب‌های معاملاتی رو روش کلیک میکنم و ماشین حساب پیپ برای من باز میشه. این ماشین حساب به صورت پویا هستش، خیلی تر و تمیز. همونطور که میبینید شما میتونید نماد مد نظر خودتون رو چه توی فارکس چه توی ارز دیجیتال در واقع انتخاب بکنید، اما بیس بر اساس فارکس چیده شده. یعنی شما میتونید ارز دیجیتالی که توی فارکس به صورت CFD معامله میکنید رو در واقع مد نظر قرار بدید. اینجا بالانس حساب رو قرار میدیم، درصد ریسک رو مشخص میکنیم، اصولش 1 تا 3% یا هر اندازه که خودتون خواستید. حد ضرر بر اساس پیپ در واقع چیده میشه. من میگم میخوام روی نماد یورو دلار 10 پیپ استاپ بذارم، یعنی استاپی که الان تعیین کردم 10 پیپ فاصله داره با نقطه ورود من. ارز پای حساب که تقریبا همه USD هستش دیگه. اینجا میگه میزان ریسکمون $10 و در واقع استاندارد لات که ما میتونیم باز بکنیم با $1000 و ریسک 1%، 0.1 لات هستش. و در کنار این مورد شما میتونید آموزش های لازم رو به صورت متنی و دقیق اینجا ببینید که چطوری اینها در واقع انجام میشه و هر جا که گیر و گوری داشتید اون متن‌ها کار رو براتون در میارن. در کنار این شما میتونید ماشین حساب‌های مختلف دیگه ای رو هم ببینید، مثلا ماشین حساب محاسبه سود و زیان، محاسبه پیوت، محاسبه لات سایز که در واقع الان بهتون توضیح دادم، محاسبه مارجین که برمیگرده به لوریج شما. به طور مثال الان من بخوام محاسبه مارجین رو باز بکنم، جفت ارزی که انتخاب میکنم همون یورو دلار رو که مثال زدیم رو میبریم جلو. قیمت لحظه‌ای که فرض میگیریم اینجا هستش، حجم تریدمون رو میتونیم بر اساس واحد یا بر اساس لات سایز انتخاب بکنیم که من اینجا میگم میخوام 1 لات روی این قیمت روی یورو USD پوزیشن بگیرم که اهرمم رو اینجا مشخص میکنم. اینجا فرضاً من اهرمم میذارم 1/500. چیزی که اتفاق میفته این هستش که محاسبه مارجین خیلی بستگی به اهرم داره. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر $200 ما بخوایم این پوزیشن رو باز بکنیم، اهرم باید 500 باشه. اهرم هر چقدر بره بالاتر مارجینی که استفاده میشه در معاملات کمتر است. شما نکنید الان اهرم 1000 شد 100. این هم مورد مهمی بود که بایستی بهش توجه بکنید و امیدوارم که براتون کاربردی باشه. خودمون که هر روز بخوایم معاملاتی انجام بدیم، اول این ماشین حسابا رو توی صفحه جداگونه یا تو گوشیمون توی مرورگرمون باز میکنیم، قبل هر معامله ازش استفاده میکنیم، خصوصا
در واقع محاسبه لات سایزی که ما میخوایم وارد معامله بشیم و جلوگیری میکنه از ضررهای سنگین یهویی که روی حساب اتفاق میفته. حالا اگر دوست داشتید که از این ماشین حساب‌های کاربردی و رایگان استفاده بکنید، فقط کافیه که وارد لینکی که براتون تو کپشن گذاشتیم بشید و مستقیما این ماشین حساب‌ها رو در سایت پیدا بکنید، برای خودتون ذخیره کنید، بوکمارک بکنید تا بتونید هر روز با اینها در واقع ارتباط برقرار بکنید و تریداتون اصولی باشه. امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه. ویدیوهای دیگه پیج رو هم از دست ندید. خیلی مخلصیم.